جنگ و درگیری مژده جمالزاده با غزال نایت، دوست و همکار هنریش. دلیل درگیری میان مژده جمالزاده و غزال نایت چی بوده است؟ غزال نایت در کدام کشور است و چرا دیگر آهنگ جدید نداشته است؟ رقابت غزال نایت و مژده جمالزاده با آریانا سعید که هرگز باور نخواهید کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. مژده جمالزاده هنرمند جوان، چهره شناخته شده و مطرح در میان هنرمندان افغانستان است. مژده جمالزاده در کشور کانادا بزرگ شده است. در رشته روانشناسی تحصیلاتش را و پیش میبرد و قرار است در این رشته مدرک کارشناسیش را به دست آورد. مژده جمالزاده از سال 2007 بدین طرف آهنگ می‌سراید. آهنگ‌های میهنی مژده جمالزاده موج حمایت‌ها را به همراه داشته است. این هنرمند محبوب و مطرح افغان توانسته است علاقمندان و دوستداران خوبی برای خودش پیدا کند. بیشتر از 1 میلیون نفر وی را در صفحه اینستاگرامش دنبال می کند. این همه در حالی است که مژده دی زمان می شود دیگر آهنگ نمی سراید و کاملا از راه هنر موسیقیش به دور است. اما تازه رقابت هنریش را با غزال نایت و آریانا سعید آشکارا ساخته است و درگیری لفظی میان غزال نایت و مژده جمالزاده در صفحات مجازی نشر می شود و این دو هنرمند رابطه دوستیشان از هم پوشیده است. غزال نایت هم در کشور کانادا زندگی می کند و همواره در جریان برگزاری کنسرت هایش برای دوستداران و طرفدارانش بوده است. من هم آرزوی خوشبختی و سعادت برای تمام این هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران این دو هنرمند به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.